دوتاشون بازیگوش، محمد و عبدالله هر دوتا بازیگوش شیطون با همدیگه بازی میکردن. ولی محمد با اینکه 1 سال از عبدالله بزرگتر بود خیلی آرومتر بود، بچگیش فوق‌العاده آروم بود. ولی عبدالله بیش فعال بود، شیطون بود، بازیگوش بود، اهل جنب و جوش بود. یعنی اصلا من فکر میکنم اگه عبدالله به دنیا نمی اومد محمد برای همیشه آروم میموند، ولی این عبدالله بود که محمد رو کشوند به سمت بازی و شیطنت و بازیگوشی. محمد و عبدالله هر دوتاشون در زمان جنگ به دنیا اومدن، دهه 60، موقعی که کشور گرفتار بحران عجیبی بود، مورد تهاجم عراق قرار گرفته بود. محمد که در شهر آبادان به دنیا اومد، شبی که به دنیا وقتی که به دنیا اومد روی کره زمین خمپاره زد، توپ زد. زیر صدای توپ و خمپاره به دنیا اومد. The next station is St. Patrick. St. Patrick Station. بعد یادم میاد هر وقتم مثلا میخواستم بشونمشون، باشون شعری رو کار کنم، سرودی رو کار کنم، محمد مینشست گوش میداد، سراپا گوش. ولی عبدالله نمینشست. در حالی که ما دوتا روبرو هم نشسته بودیم، عبدالله دور ما هی میچرخید، میدوید، بازی میکرد، ولی در عین حال گوشش به ما بود. The next station is St. George. St. George Station. درکشون نسبت به محیط اطرافشون خیلی بالا بود و حس میکردن همه چیز رو و عکس العمل نشون میدادن. به خاطر این بود که از بچگی با فشارهایی که در جامعه روی دوش ما و بقیه مردم ایران بود آشنا شدن و اونا رو درک میکردن. و بی‌دلیل هم نبود که بعد که متوجه شدن که وقتی که اینا به دنیا اومدن 4-5 سال بعدش هزاران نفر از جوانای این مملکت رو، از نیروهای فهمیده خوب این مملکت رو حاکمیت در زندانها اعدام کرد.
بعد حتی وقتی که بچه بودن، وقتی می نشوندم کوچولو بودن، مثلا می نشوندمشون یه شعر رو باشون کار میکردم، مثلا یه سرودایی که تو کتابا بود، یه سرود بود مثلا میخوندم برای، مثلا میخواستم یاد محمد بدم که محمد اینو حفظ کنه یا یاد عبدالله، میگفتم بیاین میخوایم سرود با هم کار کنیم. بعد محمد مینشست روبروم، عبدالله در حال دویدن و بازی بود، بعد میخوندم براشون: پاییزه پاییزه برگ از درخت میریزه، هوا شده کمی سرد روی زمین پر از برگ، دست دست کلاغ‌ها میرن به سوی باغ‌ها. به نام خدا، من هومان خلیلی هستم. به نام خدا، عبدالله فتحی. امیر عبدالله، فرهاد مصطفی، فرید کاظمی، امیر رئیسی. یکم آروم‌تر، مثل که من عقب دارم می‌رسم. علی کریمی، وقتی که برای عقد عبدالله، برای جشن عروسی به اصطلاح عبدالله بود، خب من دیگه اصلا یعنی واقعا سر از پا نمیشناختم، واقعا اصلا آروم نداشتم، دوست داشتم هر کاری که از دستم برمیاد تا با تمام وجودم این خوشحالی رو حس کنم. نمیدونم چجوری بود که من یه دفعه اونقدر رقصیدم. اولا همه فامیل، دوست، آشنا تعجب کردن که من دارم میرقصم، منو میدیدن، یا حتی بیژن اینجوری داشت منو نگاه میکرد که این منم دارم میرقصم. شایدم به این دلیل که فکر میکردم که مثلا این آغاز شادی‌های بعدیه، چون آغاز زندگی مشترک بچه‌م بود دیگه. به هر حال فکر میکردم حالا بعدش تولد بچه‌شونو دارم، بعدش جشن‌های تولد بچه‌هاشون، بعدش همینطور این خوشی و شادی ما ادامه پیدا میکنه. بعد خود عبدالله میگه مامان حالت بد نشه، مامان کمرت درد نگیره، این همه داری میرقصی. یعنی دلم نمیخواست این شادی به پایان برسه، دلم نمیخواست این، یعنی یک لحظه اون فرصت، اون بخش کوچیکی از اون جشن رو از دست بدم. همش میرقصیدم.
ولی به تنها چیزی که فکر نمی کردم این بود که مثلا فکر کنم این آخرین رقص منه، اولین و آخرین رقص منه با بچه هام. تعطیلات عید بود، مردم میرفتن مسافرت، تفریح. بچه‌های منم با خانواده هاشون رفتن، یعنی با همسرانشون رفتن مسافرت، تعطیلات نوروزی. و از طریق تلفنم مرتب با هم تماس داشتیم. به دلیل فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که داشتیم، عبدالله به من گفته بود که یه وضعیت حادی شده، شما باید از کشور خارج بشید و اصرار داشت که من زودتر از ایران خارج بشم و مشخص کرد، شخصی رو به من معرفی کرد، شماره تلفنش داد و من از کانال اون از ایران خارج شدم و به ترکیه رفتم. بعد یه روز زنگ زدم، به هر کدومشون زنگ میزدم گوشی رو جواب نمیدادن و گفتم خب شاید مشغولن، شاید یه جان تو راه، نمیدونم حالا چیزی. دوباره یه ساعت دو ساعت بعدش زنگ زدم، دیدم دوباره جواب نمیدن. نگران شدم، فکر کردم شاید تصادفی، اتفاقی افتاده باشه و ما در تماس بودیم تا بعد یک روز تماس ما قطع شد و بعد از یکی دو روز من اطلاع پیدا کردم که بچه‌ها دستگیر شدن. مادرشون هم مرتب با من در تماس بود، ناراحت بود، میگفت خبری ازشون نیست، که بعد بهش گفتم خودتو کنترل کن، بچه‌ها سالمن، اتفاقی براشون پیش نیفتاده، اما توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدن. و دیگه من نفهمیدم، انگار دنیا رو سرم خراب شد. فقط میدونم گوشی رو گذاشتم و دیگه نفهمیدم. و متاسفانه نمیدونم یا خوشبختانه، هر دفعه که کسی زنگ میزد و میگفت بچه ها رو تو تلویزیون نشون دادن، من اون موقع یا برنامه تلویزیونم شبکه 3 رو نمیگرفت یا من اون لحظه اون ساعت تو خونه نبودم. هیچ وقت من نتونستم اون چیزایی که تو تلویزیون نشون میداد اون موقع ببینم. ولی بعد که گذشت، تقریبا بعد از یکی دو ماه کم کم چرا اون فیلم ها رو می دیدم. فیلمی بود که نشون میدادن از 2 جوانن که نقاب زدن و رفتن توی طلا-فروشی و دارن اون طلا-فروشی رو سرقت میکنن و اون جوان ها با من بیگانه بودن، من نمیشناختمشون. وقتی که در زندان بودیم و دیگه با هر
اون برنامه‌ای که اونجا اتفاق افتاد، آخرین دیدار رو که به ما دادن، ما رفتیم اونجا ملاقات، من دیدم بچه‌ها رو با دست و پای بسته آوردن، دونه دونه اول عبدالله رو آوردن. یعنی تو اون لحظه‌ای که عبدالله داشت به سمت من می اومد، دیدم در عینی که خیلی قد و بالای رشیدی داره، در یه لحظه برام تا آسمون کشیده میشد. یه لحظه نگاه میکردم انگار یک بچه کوچیک بود، چنان داشت تند و تند به سمت من می اومد که من نگران پاهاش شدم. گفتم مامان آروم بیا، پاهاتو زنجیر زخمی نکنه. بعد گفت نه مامان زخمی نمیشه. اومد بغلش کردم، بوسیدمش، با هم صحبت کردیم، خندید، گفت مامان چقدر خوبه که دارم تو رو اینجوری میبینم. گفتم مگه من چجوری هم؟ گفت که مثل همیشه گریه نمی کنی. گفتم خب. بعد یه دفعه گفت که مامان اجازه میدی پاتو ببوسم؟ گفتم مامان این حرفا چی میزنی؟ زشته، یعنی چی پای منو ببوسی؟ گفت مامان بذار پاتو ببوسم، اگه نذاری ممکنه اشکم در بیاد، خودت میدونی که دلم نمیخواد اشکمو کسی ببینه. گفتم باشه حالا که اینجوری مامان پامو ببوس اشکال نداره. خلاصه ما با هم صحبت کردیم. فقط گفت مامان دلم میخواد که صدای ما باشی، دلم میخواد که به همه بگی که ما بیگناه دارن ما رو میبرن میکشن، دلم میخواد بهشون بگی که من 13 ماه زندانی بودیم، ما دو برادر، از این 13 ماه 9 ماهش رو تو انفرادی بودیم، 9 ماهش رو تو انفرادی بودیم. بعد روشو کرد به سربازایی که اطراف ایستاده بودن، گفت امشب همتون برید خونه هاتون، برای خانواده هاتون، همسایه هاتون تعریف کنید که عبدالله و محمد بیگناه سربدار شدن و دنیا رو با سربدار شدنشون تکون میدن. بعد خلاصه عبدالله رو بردن، محمد اومد. دیدم محمد دیگه از اون خندانتر و شادانتر، شاد سرفراز، انگار که داره دنیا رو فتح میکنه. با یه حالتی میومد شاهنامه خوانی میکرد و میومد و خب محمد زبون لری رو هم قشنگ صحبت میکرد. اون لری برای من با من صحبت میکرد. وقتی اومد گفت بنازم بد معوش که همیشه برای من باعث افتخار بودی. گفتم قربون قد و بالات برم، شما افتخار منین، شما عزیزای منین. ولی اصلا گریه نکردم، اصلا اشک نریختم. آغوشم رو باز کردم، بغلش کردم، با هم دیگه صحبت کردیم. اونم در اومد گفت که مامان من هیچ ناراحتی به دل ندارم، هیچ غصه‌ای ندارم، خوشحالم که شما پدر و مادرم بودین، شما خانواده‌ام بودین. دلم میخواد اگر قراره یک بار دیگه به دنیا بیام یا 10 بار دیگه یا هر بار دیگه این زندگی قراره تکرار بشه، میخوام که خانواده‌ام شما باشین. گفتم مامان منم همینطور، شما عزیزان منین و کسایی هستید که واقعا تنها لذتی که توی دنیا بردم وجود شما بود و افتخار به شما بود. رنگین کمان سهم آن است که تا آخرین قطره زیر باران بماند. عبدالله
در اون نامه‌ای که نوشته بود به انتظامیه قضات و دادسرای نظامی و با من که تلفنی از زندان صحبت میکرد شرح شکنجه هاشو گفته بود که به خودش و برادرش چه بلایی سرشون آوردن. فقط وقتی که یه بار رفته بودیم تو ملاقات حضوری، همین که محمد اومد پاشو بذاره اون بر بشینه، یه حالت مثل چارزانو، دیدم کف پاش خیلی پوستای خیلی زیاد، انگار همجور قلمبه پوست مرده همجور ته پاش به طوری که میشد گرفت کشیدشون. گفت که ما را قپونی کردن. من نمیدونستم قپونی چیه، که یک دست از بالا یک دست از پایین میبندن و اینا رو میکشن بالا. بعد میگفت که دستامون رو آویزونمون میکردن که کتفامون در میومد، یعنی میبستن دستاشون از پشت با دستبند و میکشیدن بالا تا کتفاشون در بیاد. بعد ول میکردن ما رو، میخوردیم زمین. ولی به واقع چند بار توی بغل کردن اینا حس کردم، یعنی مشخص بود توی اون حالتی که فشار میدادم و اون عکس العملی که نشون میدادن توی بغل کردن، مشخص بود که توی کمرشون هم جای زخمه. و با تیر تو پای عبدالله زده بودن موقعی که میخواستن بگیرنشون، نمیدونم. ولی اون چیزی که بیشتر از همه چیز اونا رو شکنجه داد و منو شکنجه داد، زمانی بود که از من خواستن که انتخاب بکنم. نمیدونم، این بازیای جمهوری اسلامی بود. میگفتن خود آقای زرین و اونا گفته بودن به محمد و عبدالله که توی قوانین جمهوری اسلامی هیچ وقت دو تا برادر رو با هم اعدام نمی‌کنن. بعد روزی که به من اون یکی از اون آقایونی که آقای مالکی نامی بود، مال رئیس شورای عفو و بخشودگی بود، نمیدونم کی بود، یکی از کسانی بود که مسئول این جریانات بود، به من گفت که بذار ببینیم چی کار میتونیم برات بکنیم، بذار ببینیم میتونیم یکیشو برات نگه داریم. شما تصور کنید به یه مادر بگن از بین این دوتا جوونت یکیشو انتخاب کن، میخوایم اونو اعدام کنیم، اون یکی رو برات بذاریم. بعد من بهشون گفتم که یا هیچ کدام یا هر دو. شما اجازه ندارید، شما حق ندارید به من بگید که بگو یکی از بچه هات رو اعدام کنیم. بعد از تلفنی که بهم شد توسط یکی از بستگانم تلفن شد که انگار میخوان بچه ها رو اعدام کنن و من اون لحظه واقعا نمیدونستم باید چه کار بکنم. یعنی فقط خودم رو به زمین و زمان بند میکردم، نمیدونستم باید خودم رو به چه در و دیوار میکوبیدم، چه کارهایی که میکردم. بعد یه دفعه یادم اومد که خب من هرچی دعا کردم تا حالا، هرچی که دست به دامن خدا شدم، اصلا نتیجه نداد. یادم اومد رفتم سراغ این کاری که من معمولا مطالعه میکردم، کتابای کاترین پاندر رو میخوندم. توی کتاب کاترین پاندر تو قانون توانگریش توضیح میده که شما جملات تأکیدی مثبت رو همیشه، اتفاقی رو که میخواید بیفته بنویسید، به جاهایی که میبینید بزنید و اون رو دائم هی بخونید و اون به شما انرژی مثبت میده و طبیعت هم، نیروی طبیعت و اعجاز طبیعت هم به کمک شما میاد و اون اتفاق نمیفته، اون اتفاق بد نمیفته. این بود که من اون لحظه یه دفعه به یاد این افتادم و این کاغذها رو نوشتم و این اتفاق بد نمیفته، این اتفاق بد نمیفته و این رو به در و دیوار، به جاهایی که ممکن بود من خبر بشنوم، اول از همه به خود تلفن چسبوندم، به در ورودی چسبوندم، به آینه توالت چسبوندم، به تلویزیون، به چرخ خیاطیم، به هر جایی که جلوی چشم من قرار داشت، به در یخچال، به گاز غذاپزی، به همه جا این یادداشت رو نوشتم. این اتفاق بد نمیفته و فکر میکردم که واقعا این جمله مثبت کارسازه. وای 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 وای، یعنی واقعا میخوای اتفاق بیفته؟ این اتفاق نمیفته، این اتفاق نمیفته، نه نه نمیفته، این اتفاق بد نمیفته.
همیشه هر کجایی امکان نداره این اتفاق بد بیفته، این اتفاق بد نمیفته. نه 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 خدایا کجایی؟ نه 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 خدایا کجایی؟ نمیفته نه نه نه. این خیلی منو عذاب میده، این خیلی برام دردناکه وقتی که در میان میگن که اگر شما هنگامی که دعا میکنید دلت بشکنه، از ته دل دعا کنی، گریه کنی، حتما دعات برآورده میشه. مگه میشه دعای مادر، مگه میشه یه مادر برای فرزندش دعا کنه و دلش نشکنه و گریه نکنه به واقع و بعد میتونیم بگیم اون دعا قبول نشد چون دلت نشکست، چون از ته دل گریه نکردی؟ ناگفته نمونه من اون لحظه زمانی که این خبر رو دادن که شما بیاید برای آخرین دیدار، دختر من این ملاقات رو از خودش سلب کرد. دلم براش میسوزه که این ملاقات رو از خودش سلب کرد. برای گفت ماما من میرم امام رضا. تو اون لحظه میخوام برم امام رضا و از امام رضا بخوام که این اتفاق نیفته، این اتفاق بد نیفته. و درست زمانی که زنگ زد به من گفت مامان من الان رسیدم توی امام رضا، اینم گوشی، حالا هر حرفی تو داری من دعا کردم، تو هم هر دعایی داری به امام رضا بگو. گفتم دخترم تلاش نکن دیگه، دعا نکن، زحمت نکش، از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. شادی کنی توی آخرین دیدار خواهرم به عبدالله گفت که عبدالله خاله عزیزم قربونت برم، سر بیگناه پادار میره بالای دار نمیره خاله، نمیکشنتون، این اتفاق نمیفته. برگشت گفت خاله تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ سر بیگناه پادار میره بالای دار نمیره، اینا همش کشکه و به واقع کشک بود. تمام این چیزهایی که ما یه به عنوان ضرب المثل شنیده بودیم، تمام چیزهایی که به عنوان دعا به خورد ما داده بودن که اینها رو باید دعا کرد، باید اگر مادری با تمام وجودش دلش بشکنه گریه بکنه برای بچهش، دعاش برآورده میشه. کی چه میدونه من شب تا صبح چقدر راز و نیاز کردم، چقدر دست به دامن اون خدایی که بعداً فهمیدم وجود نداره شدم. وقتی که اومدیم دم در بیرون ایستاده بودیم، یعنی باور کنید شاید 5 دقیقه 10 دقیقه نگذشته بود با اینکه گفته بودن این کارو نمی‌کنیم، یا آمبولانس که اومد بیرون دیدم یکی از این خانمایی که اونجا بود داره تو صورتش زد و جیغ زد و اومد سمت من گفت خانم فتحی بچه‌ها رو اعدام کردن تو همین آمبولانس بردن. گفتم دروغه. بعد گفت که چرا خودشون گفتن اعدامشون کردن. گفتم دروغه، چون اینا به من گفتن قرار نیست الان اعدامشون کنن. بعد دیدم همه گفتن که نه. همون آقای معاون رئیس زندانم گفت خانم خدا صبرتون بده، بچه‌هاتون اعدام کردن، پزشکی قانونی برید بگیرید.
و من تو اون لحظه احساس کردم که بچه هام وقتی که دارن میرن باید با شادی برن، باید با شادی بدرقه بشن، چون خودشون گفته بودن که مامان گریه و زاری و سیاه و نمیدونم این چیزا رو ما به هیچ عنوان دوست نداریم. این چیزا مال کساییه که به مرگ طبیعی میمیرن، نه ما. بعد یه دفعه به همه اونایی که اونجا بودن، همه کسایی که اومده بودن اونجا، همه شوکه شده بودن، باورشون نمیشد. بهشون میگفتم کل بزنید، کل بزنید، کل بزنید، شادی کنید، چون بچه هم دارن میرن، به شادی بدرقشون کنیم. بعد خودم خب بلد نبودم کل بزنم، ولی محمد خودش قشنگ کل میزد. بعد گفتم خدایا حالا اگه محمد اینجا بود چقدر قشنگ کل میزد. هرچی به همهشون گفتم کل بزنید، همه شوکه شده بودن، همه لال شده بودن، با هم همکاری نکردن، کل نزدن که بچه هم رو خوب بدرقه کنم. دیگه خودم شروع کردم با یکی از اون خانمایی که اونجا بود، با هم دیگه یه کل زدیم و دست زدیم، گفتیم بچه هم به شادی برن. بعد به یکی از بچه ها گفتم بچه ها برید تشمال بیارید، میخوام بچه هم با ساز و دول بدرقه بشن از همینجا در زندان. اونا هم رفتن و یه نفر رو آوردن، همینجور که عقب وانت ایستاده بود شروع کرد به آهنگ زدن و میخواست از این آهنگای غم انگیز معمولی که معمولا رسم تو مراسم میزنن. بهش گفتم آقا، رفتم ایستادم پایین وانتش اون بالا بود، من پایین، گفتم آقا بلدی دایا دایا وقت جنگه رو بزنی؟ بعد گفت نه چجوریه؟ گفتم اینجوریه، ببین دایا دایا وقت جنگه، دایا دایا وقت جنگه. محمد تو 10 سال پیش شعر اعدامی سروده بودی مامان، تو خودت میدونستی و خودت میخواستی، به دلیل اینکه 6 ماه پیش به من گفتی مامان اگه خواستی به سایت عکس بدی، خوشگل‌ترین عکسمو بده، دوست داشتی اینجور بمیری. هم میهنان جمهوری جهل و جنایت که تداوم حیات ننگین خود را منوط به استقرار سلطه فضای رعب و وحشت میداند، سپیددم امروز 27 اردیبهشت ماه 1390 عبدالله فتحی 27 ساله و محمد فتحی 28 ساله جوانان رعنای مرا به اتهام محاربه در زندان الفتای دستگرد اصفهان اعدام و پیکرهای هنوز گرمشان را تحویل مادرشان داد. غافل از آن که چنین جنایاتی نیز هرگز نخواهد تسکینی بر سرنوشت خفتبار جمهوری اسلامی بگذارد. من بر علیه صادرکنندگان و مؤیدین این احکام ظالمانه و غیر انسانی در پیشگاه مردم ایران و مجامع جهانی و نهادهای بین المللی مربوطه اعلام جرم میکنم. اینا چیزاییه که من از محمد و عبدالله دارم و از زندان برای خودم آوردم بعد از اینکه بچه ها رو اعدامشون کردن. این لباس که تن محمد بود، تن عبدالله بود و بعد پاره کردن و از تنش در آوردن بعد از اعدام. این هم لباس محمد بود که بعد از 18 ماه از سربدار شدن بچه هم میگذره، ولی هنوز این لباس ها بوی عطر تن محمد و عبدالله رو داره و فکر نمی کنم تا روزی که دنیا وجود داره تا ابد این عطر از این لباس ها بره. به همین دلیلم میخوام از این دو لباس رو بکنم پرچم نعب اعدام. این دو لباس رو به کمک مادرای دیگه از اونها هم که فرزندانشون اعدام شدن، سربدار شدن یا تیرباران شدن
تکه های از لباس های اونها رو هم بگیرم که به همین پاکی و معطری هست، اونها رو بگیرم و باهاشون یک پرچم درست کنم، پرچم نه به اعدام، علیه اعدام. حالا ببین چه مملکت آبادی پیدا میکنیم بعد محمد عبدالله. به خدا همتون نمیگه محمد عبدالله. خوشا به سعادتتون که پشت پاتون اینقدر خوب بود که آخوندا رفتن، که دادستان حبیبی تقاصشو پس داد، که رحیمی و سلطان بهرامی همشون تقاصشون. بچه‌های من یه بار مردن، همه آدم‌ها یه بار بیشتر که نمیرن. ولی حبیبی، خامنه‌ای، اعضای مجلس، دیوان عالی قضایی، دادستان حبیبی، رحیمی، سلطان بهرامی روزی 100 بار میمیرن، روزی 100 بار میمیرن. به خدا از امشب الان 2 روز آرامش ندارن. ای وای، کدوماتون رو کشتن؟ کدوماتون رو مثل بچه های من کشتن؟ کدوماتون عمر طبیعی نکردین؟ کدوماتون رو نذاشتن زندگی کنین؟ کدومتون زندگی نکرد؟ ای وای وای محمد سلام محمود جان، حالت چطوره؟ بیژن فتحی هستم. میخواستم بگم که فردا تظاهرات علیه اعدام داریم، به دوستان خبر بدید. نسرین جان سلام، من مهوشم. میخواستم باهات هماهنگ کنم در رابطه با تظاهرات نه به اعدام. میخواستم بگم که فردا تظاهرات داریم، به دوستان بگو و با منم یه تماس داشته باش. متشکرم. مزاحمتون شدم که بهتون بگم که دعوتتون کنم برای تظاهرات نه به اعدام. از اون وقتی که اومدم کانادا، خب رو تفاوتی که حس کردم، به هر حال اینجا کشوریه که آزادی هست. اینه که اینجا که رسیدم تصمیم گرفتم نهاد مادران علیه اعدام رو تأسیس کنم و پرچمی رو هم در این رابطه برای این مبارزم قرار دادم که اون پرچم لباس فرزندانم در زمان کشته شدنشونه و میخوام که
بقیه مادرها، بقیه خانواده ها به من بپیوندن و در این مبارزه با من همراه بشن و این پرچم رو گسترشش بدیم، این مبارزه رو گسترشش بدیم و جهانیش کنیم و بر علیه ظلم و ستم حکومت‌های دیکتاتوری که کارشون حذف مخالفینه، کشتن مخالفینه و قتل عمد به پا بخیزیم و مبارزه کنیم.